سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یا الله علیکم. قسمت عاشق این ویدیو هم. بذار من یه بوست کنم. یه توضیح بابت بازی بدم. آقا بفرما. شما که میدونید قسمت اول من که خدا کردم. بردید. بردم. من نبودم و بدبخت شدم، باختم. آره سلام ندادم. مرموز. راستی. سلام با دادم درده. خفه. من یه کلمه میگم 2 ثانیه وقت دارید، هر چیزی رسید به ذهنتون بگید، بعد چی مربوط باشه. اوکی. یعنی تو 2 ثانیه خوراک کمه. خوراک کمه. شما باختی سری قبل. بازی شروع شد. او مای گاد. چه جالب بازی شروع شد. بگم چند ثانیه وقت داریم بگیم؟ 2 ثانیه وقت دارید، هر چی رسید به ذهنت بگید. تک به تک. نه 2 ثانیه. قبلش خیلی بیشوری. یه امتیاز به نفع شما زیاد حرف زد، خوشم نمیاد. خب بریم. پایین هر هم امتیازی بود که تو رسید بگید. بلاگر ضعیف زاده. چه ربطی داشت؟ چه ربطی داره؟ یه رو ضعیفم. چه ربطی داره؟ من مگه مثلا ضعیف تو ضعیفی. تو بلگه. نه ضعیف نیستم. آقا این چی گفت؟ من گفتم احمق. احمد. چه ربطی این قبوله به نظر من. نه دو امتیاز. بچه 2-0. پایین هم هر امتیازی بود که تو رسید بابا بگید. جان. چاق یه چی بگو. آقا بعد بگه دیگه. مگه نیست؟ خوشم آقا پس افتاد. شکل انی. چه بلند گفتی؟ ان آینا شویی. دستشویی آیناز قبوله دیگه. آره جفتش ربط داره؟ دستشویی قبوله دیگه. دستشویی حالا قبوله. این حالا من لاکارنی یه مشکل استفاده شخصی که با تو دارم. گل من ای فکر نکردش. قیافت دیدی؟ تتلو خفن. خای مال و سگ بگاد، تتلو خفن. سگ بگاد. نمیتونم نمیتونم بکنم. تتو. ویدیو دی میکنه مالا. تتو. دوستم خود گفت. داره دی میگه، من نمیگی 2 ثانیه. نه. زاویه فک. دیگه. الان امتیازش چجوریه؟ خب این یه دونه بالا. یه دونه اونه بالاترن. دور از جون سگ. دختر خفن. عالی. باد. عالی. مرسی. چندش بود. آره، من بردی ولی به چه چندش. قیمت خب اصلا؟ کدا نه من نمیشه دیگه. بردی ولی به چه قیمت اصلا؟ ببخش. پسرا معذرت میخوام، میدونم حال به هم زدن. پسر دختر. سر دختر ربط دارم. ربط دارن. ربط ندارن دیگه بابا مجید. ربط دارن دیگه. دارن دیگه پسر. نه دختر خفن ربط من با شما چه ربطی دارم؟ دختر خفن ربط دختر خفن. ربط داره. آیناز. TV 6 سفید. آخ من بخورم. چرا تو بخوری؟ یعنی چی بخورم الان؟ منظورش چیه؟ بابا دی چالشه. تو تباهی. آخه بردم. تو تباهی. تو خدا من بردی ولی داری میبری ولی به چه چه قیمت؟ قیمت؟ تو کنم من تو زندگی نباختم. فشار میاد. زشت. من. قبوله. بیا قبوله. آره. گرفتی. خوشم. چه قیمتی؟ تو به چه قیمتی؟ ما تاش توی 206 ی بدبختی داریم. آبرو ما باختم تو این چی دنیا. میگی تو؟ پرد. هر روز. چی؟ نه برام جالبه چرا جفتشون با هم یک چی کلمه رو گفتی اصلا؟ گفتن هر روز. خب چی اون نه. کلمه چی؟ پرد. ای بابا. برام سوال بود که چرا جفتشون یک کلمه اونم هر روز. مشتبه قدش کن. چرا نگفتی هر هفته یکی تو چرا هر روز آخه؟ قد بلند. تو. با شما رسیدی ناموسن. آقا رب داره. اون درازی واقعا تو دیگه رد کردی چرا؟ 3 عزیزم، متر. تو به پری از کات نمیری بیرون. بابا من آرزو خیلی ها چجوری به دیگه قد بلند داره؟ بابا ما قد بلند اون یابو درازه. من آرزوی خیلی ها سیش داری بابا. روز دختر. کادو معذرت میخوام به خدا. کادو. اولین چیزیه که به ذهنم میرسه. گفتم. روز پسر. روز معلولین ذهنی. Emotional damage. قد ای خوشحال بابا. چقدر خوشحال شد. چیلک رو گرفتی تو. میبینیم 30 سنی بلنده. شاش.
میشم مهدشی توالت. دست میگم میخوای بگی میخورم. چه بود بگم؟ شاید الان نپرید. الان ما یه دونه بالای مجید. آره یه دونه بالا. نه دیگه مساوی. آقا شما مگه من یه دونه نگفتی. شما من نمیخوام این داد. ما یه دونه نگفتیم. یه دونه نگفتیم. الان یه دونه نگفتیم. نمیتونم من اینجوری بازی کنم ها. خدا دروغ میگه. گوز. احسان. داریم شرف رو میبازیم ولی باید ببریم. آقا من گوزم. من خودم پذیرفتم به تو چه؟ قبول کن بریم. شرف رو باختیم ولی باید من بازی یک ببریم. گوزم که از یک املاکی اومده بیرون تو راه عملا. تو چقدر نمکی کو. از اینجا بعد ویدیو اینجوریه که این سری دیگه خودتون کلمه پیدا میکنید و هر کلمه میتونم. آره هر چقدر سخت باشه یا آسان. آچار شلاقی. بذار یه دقیقه فکر کنه، یه پیدا کنه. کی میزنه؟ مهندسه. آچار شلاقی. اون شلاقه که میزنن. کمال شدی. یه امتیاز گرفتن. شما دو تا بالا آره، یه دونه ژل اومد. پولیش. صورت. استش برای صورت. پولیش برای کجا؟ خیلی قشنگه. برای کجاست این شاید من خودم کاشته نداره. برای کجا؟ کاشته نداره. ژل پولیش. من رفتم رو ماشین اومدم. در بی. چی؟ در بی. کانتر. یا داداشم. کجا میدونست؟ تو بیا بهت بگم. میلاد در بی. سره بابا. نگفت مثلا اینا یه الان یه امتیاز بالا. فرمه. برای صورت فرم میده. موژه. تمام شد بابا چه خبره؟ دوباره کاشته نکن. چه خبره؟ این دفعه تو رکاب زدا. من میگم بعد. اینا الان شد دوباره دوتا. خب باش. پولیش. ماشین برای صاف کردن تمیز از صافکاری ماشین خطاشو میبرن باهاش. من نگفتم همونم. گفتن ولی ریدم تو چش سبزت سه تا شدن. چوری چه من؟ بگو. فنسازی. دختر. نه. رب نداره به دختر. کی فنسازی؟ فنسازی. اگه اینجوری ما میگیم پسر. نه. سازی. تموم شد تایمتون ولی خب چی هست؟ برای کاشته موجه است. یعنی چند تا موجه رو همش دارم میگم موژه. بابا رب داره به دختر. چه ربطی داره؟ همه چی به دختر ربط داره. چی اومدی تو ویدیو؟ چرا ربطی؟ چرا اومدی؟ تاتنهام. گم شد. کجا برم؟ ماشین به ماشین ربط داره. آره. تموم توی شد ولی کاپیت ماشینه. آره. فیلمه نه؟ باشگاه اینو ببین ناموسه. چیه؟ باشگاه بابا. چی گفت؟ فوتبال. تاتنهام. آره مخصوصا بغل موتور ماشین آره. بلک. آچار میشه. آنژوکر. رگ سرم. نه. چیه بعد؟ برای پیرسینگ. خب رگ سرم هم بزنن دیگه. آقا اسمش ثابته دیگه. آره دیگه این ربطی داره. یه دونه بالا. ضعیف زاده. بالا. چقدر تو بیادبی. من بگم ضعیف زاده چیزی ما باید بگیم. زدیه. اون حرام زاده است عزیزم متوجه شو فردا شوی زمان الان همینطوری که ضعیف زاده بهت بره میخوره. به من بگه حرام زادم اونقدر بهم برده ولی لوئیس دیاز. چی؟ لوئیس دیاز. چی گفت اصلا معلومه بلد نیستید برید ماشین؟ بعدی. آره. لوئیس دیاز مساوی اصلا شدی. ناموسا نمیدونه این اسمه. مساوی شدید. لوئیس دیاز چپ لیورپول همه میشناسن. خدا بیامرز. دو تا فرصت دارید. اگر دو بار نتونید حدس بزنید بالا دو بار فهمیدم. کار در برید. برید. میسلار باته. ها؟ برای آرایشیه. لوازم آرایشی. نه. بگو ببینم چی کاشته لوازم نام. آرایشی. خیر. پاک کننده صورت. آقا لوازم آرایشی. نه پاک لوازم آرایشی. میلاد بی‌طرف. آقا روتین چیه؟ داور. بابا واسه روتین اگه جواب ندید باختید. میلاد بس کن خسته بریم 3 2 1 18 قدم. پا نه فوتباله 18 قدم فوتباله. ولی میسلار باته
مریم میدونی عاشق چشماتم نرو مریم به خدا قیمت خاتم نکنه دشمنی با همیشه پسرا برندن داری میشه همچی چیزی ضعیف زاده ها